جزیره خارک یکی از استراتژیک ترین مناطق ایران در خلیج فارس هستش. از جمله ویژگی هایی که قابل ذکر میشه به صادرات بیش از 90% نفت خام ایران، وجود تأسیسات پیشرفته و عظیم ذخیره‌سازی، بارگیری و خطوط لوله نفت کشور و موقعیت جغرافیایی موثر در کنترل تنگه هرمز اشاره کرد. حالا چرا از بین صدها شهر و نقاط مختلف ایران ترامپ به یک بار جزیره خارک رو تهدید میکنه؟ مشخص ایران با بستن تنگه هرمز جلوی صادرات نفت جهانی رو گرفته و این موضوع باعث رشد بی‌سابقه قیمت سوخت در جهان شده و رئیس جمهور مغرور آمریکا زیر فشار شدید منتقدین جهانی هستش. بنابراین با اعلام حمله نظامی به خارک سعی داره با تهدید آسیب رسوندن به درآمد نفتی ایران او رو وادار به عقب نشینی کنه. اما پاسخ ایران غیر قابل پیش بینی بود: زدن تمام زیرساخت‌های نفتی منطقه و شاید حتی بستن دومین تنگه مهم منطقه یعنی باب‌المندب. اگر این اتفاق توسط ایران و همپیمان‌هاش اجرایی بشه قابل تصور نیست که فشارها روی ترامپ چقدر افزایش پیدا میکنه. ترامپی که قرار بود 48 ساعت ایران رو شکست بده. به نظر شما چه کسی در این نبرد شکست خورد؟